کسی نماز میخواند و زکات نمیدهد نماز او هم قبول نیست، برای آنکه در حدیث ها آمده است که کسی که اگر نماز را خواند و زکات را ندهد نماز او هم قبول نمیشد. این دو چیزی به همدیگر پیوست است. نماز و زکات همسایه در قرآن کریم است. بنابراین کسی که اگر نماز خواند ولی زکات ندهد یا زکات دهد و نماز نخواند از او عمل او قبول نمی شود، چون الله سبحانه و تعالی میگوید که انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی از شخصان تقوادار قبول میکند. واقعا این دنیا جای امتحان است. در سوره انبیاء الله تعالی میگوید که ونبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون، ما شما را با بدی و با نیکی امتحان میکنیم. الله تعالی شخصی کمبغل را با ناداری و با مشقت و با گرسنگی امتحان میکند و شخصی ثروتمند را با مال امتحان میکند. مال را الله تعالی داده است و گفته است که این مال را در فلان فلان موضع ها صرف کنی، در فلان جاها صرف نکنی. این مال را من دادم به تو، این را باید به فلان جاها صرف کنی، در فلان جاها صرف نکنی. وقتی که در جاهایی که الله تعالی حرام کرد صرف میکند پرسش دارد، هم در این دنیا هم در آخرت، و جزا دارد. و اینچنین وقتی که جایهایی که الله تعالی تعیین کرد مانند زکات که به آنها زکات خود را برآورده ده، وقتی که نمیدهد او هم به عقاب الله تعالی و به جزا گرفتار می شود که در صحبت‌های آینده جزا و عقوبت آن آدمی که زکات را نمیدهد ان شاء الله بیان میکنیم.